با مناسبت 27مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سنه 5 نوامبر سال 2021 در کاخ به نام استاد لایق شیرالی جمع با شکوه تنتنوی برگزار گردید. جمع با تنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. سپس نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق سردار ریاست خدمات مهنت شغل اهالی و مهاجرت ولایت سوق عاقلی کمال طالبزاده با توجه اشتراکیان جمع با شکوه پیام شادباشی رئیس ولایت سوق معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده را با مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قرائت کرد. رئیس نازنین گرامی، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که مردم شریف ما هر سال سنه قبول کردن این سندی مهم تغییرساز با افتخار و تفکرات تجربه نمایند. با این مناسبت تمام ساکنان شرفمند شهر پنجکент را به سلیمان تبریک گفته و خاندانتان بخت و اخبار نیک صلح و آرامی و به کشور عزیزمان پیشروی کامیابی‌های روزافزون را تمنا می‌نمایم. حالا اجازه فرمایید پیام تبریکی رئیس ولایت سوق محترم رجبای احمدزاده را به شما رسانده‌ام. فرارسی روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را که صاحب اختیاری و تمامیت ارضی کشورمان را تامین نموده کفیل برابر حقوق شخص، ازادی، دوستی تمام خلق ملت‌ها و کل ساکنان شرفمند ولایت تبریک و مبارکباد گفته و همگان خاطر جمع، سلامتی کامل، خانه آبادی و دستاورد و موفقیت‌های بی‌پایان تمنا می‌نمایند. این سند مهم تغییرساز ملت 6 نوامبر سال 1994 در مرحله دشوار و برای ملت تغییرساز با راه رای‌پرسی عمومی خلقی قبول گردیده امکانیت فراهم آورد که در جمهوری صلح و ثبات برقرار شده ولایت قانون ترتیبات حقوق حکمران و برای رشد ساحه‌های اقتصادیات، اجتماعیات و فرهنگ و معنویات شرایط مساوی به وجود آورده شود. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچنین حقوق و آزادی‌های انسان ارزش عالی اعتراف شده. مقصد و وظیفه‌ها، اساس‌های ساختار دولتی، رمزهای دولتی، حدود کشور، مناسبت و مالکیت، سمت‌های سیاست داخلی و خارجی کشور به طور روشن نشان داده شده است. از این لحاظ همه ساله جشن گرفتن این سنه مهم احترام ارزگذاری و قانون اساسی سرنوشت‌ساز دولت میباشد که برای رشد انکشاف کشور محبوبمان زمینه قوی گذاشت. در این باره اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان تاکید نمودند در کشور ما محض به شرافت کنستیتوسیای و در زمینه عملی گردیدن معیارهای آن فضای آرام و آسوده، ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی برقرار و برای رشد با نظام اقتصادی و اجتماعی دولت شرایط مساعد مهیا نمودند. با شرافت قبول کردن این سند معین کننده ائمروز فردای دولت و جامعه تاجیکستان صاحب استقلال همچون عضو کامل حقوقی جامعه جهانی با تشبث‌های سازنده خود در حل معما و مشکلات منطقه‌ای و جهانی سهم ارزنده می‌گذارد. چنانکه پیشوای معظم ملت تاکید می‌کنند ما باید به ارزش و معیارهای کنستیتوسیای ارج گذاریم و در اساس این بختنامه ملت در راه نائل شدن به هدف‌های دولتی آزاد و اقتصاد استقلالمان کوشش به خرج دهیم. با چنین تمنیات بار دیگر ساکنان شرفمند ولایت را به افتخار روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته برایشان صحت و سلامتی، خاطر جمعی، روزگار آباد و آسوده و در وطن عزیزمان صلح و ثبات پایدار آرزو می‌نمایم. روز کنستیتوسیای تاجیکستان مبارک. رئیس ولایت رجبای احمدزاده. در مجلس تنتنوی رئیس شهری پنجکент خالقزاده عبدالخالق درباره تاریخ، تشکل و دیگر مسائلی که به مقام کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق، پایه‌های قانونگذاری و حقوقی و دیگر مسائلی که توانست کشور خورشیدی ما را به قله‌های بلندی
тараққиёт расонад маърӯзаи муфассал кард ва мардуми кишвар ва панчакенти бостонро ба муносибати 27-ми солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон самимона табрику муборакбод гуфт. ман миннатдории самимиро ба муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти сум муҳтарам раҷаббой аҳмадзода вобаста ба табрикоташон аз номи ҳозирин ва аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри панчакент мерасонам. ҳамдиёрони азизу арҷманд, ҳозирини гиромӣ, дар таърихи давлати соҳибистиқлоламон ҳамасола санаи 6 ноябр ҳамчун рӯзи қабули санади сарнавиштсози давлату миллат конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо тантана таҷлил мегардад. рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар соли таърихии таҷлили 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки арзишмандтарин дастовард дар роҳи бунёди давлатдории навин, рушди соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву ҳуқуқӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ заминаҳои боэътимодро фароҳам оварда, поягузори ҳукумати конститутсионӣ, давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, таҷлил мегардад. Конститутсияи Тоҷикистон ҳамчун ифодагари азму ирода, равшангари роҳи ҳаёти мардум, воқеан санади тақдирсозест ки низоми давлатдориро муайян намуда, ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандро таъмин менамояд. ба ин муносибат ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ ва кулли сокинони бароманди шаҳру деҳоти панчакентро бо фарорасии ин санади фархунда табрик гуфта ба хонадони ҳар кадоми шумо тинҷию осудагӣ ва ватани маҳбубамон сулҳу осоиштагӣ, пешрафт ва тинҷию оромӣ орзу менамоям. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти таърихии ин санади тақдирсозро дар таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва устувории ҳаёти сиёсии ҷомеаи Тоҷикистон ки низоми давлатдориро муайян ва ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандро таъмин мекунад, чунин таъкид намуданд. дар Конститутсия таъмини соҳибихтиёрӣ, истиқлол ва тамомияти арзии Тоҷикистон вазифаи давлат эълон шуда, дар айни замон ба хотири ҳимояи ин арзишҳои конститутсионӣ ва ташаккули муназзаму муътадили давлати навини тоҷикон тағйирнопазир будани шакли идораи кишвар, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат аз ҷумлаи мақсадҳои бунёдии Конститутсия эътироф гардид. бо ҳидояту раҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи шарифи тоҷик аз нахустин рӯзҳои истиқлолият дар раванди барқарорсозӣ ва ташаккули пояҳои давлату давлатдории навин, таъмини амнияту оромии ҷомеа, суботи сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар саъю талоши бесобиқа анҷом дода ба хотири ободии ватан корҳои бузурги созандагӣ ва ободониро амалӣ намуданд. 6 ноябри соли 1994 лоиҳаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби Комиссияи конститутсионӣ омода гардида буд, бо ҷонибдории аксарияти овозҳои шаҳрвандони кишвар қабул гардид. ғояи меҳварие ки дар иҷлосаи 16-ами шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон сохти нави давлатдории муосири тоҷиконро ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ поя гузошт, дар моддаи 1-уми Конститутсия барои ҳамеша сабт гашт. пас аз ин марҳила дар кишвар ислоҳоти ҳуқуқӣ оғоз гардид ва тавассути ин санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёде ки ҳадафи онҳо мустаҳкам намудани рукнҳои давлатдорӣ ва танзими ҳуқуқии паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар мебошад, қабул гардиданд. боиси таъкид аст
با در نظر داشتن نیازمندی‌های سیاسی جامعه تاجیکستان و مطابق طلبات و پیشرفت آن در سال 1999 2003 و سال 2016 با کنستیتوسیا تغییرات علاوه وارد کرده شدند که برای پایدار و استوار گردیدن صلح و ثبات و وحدت ملی آغاز روند تطبیق هدف‌های استراتژی دولت از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی و آذوقه‌واری، رهایی بخشیدن کشور از بنبست کمونیکاسیونی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم شرایط مساعد فراهم آورد. گذشته از این تکمیل کنستیتوسیا امکان داد که در تحکیم من بعده دستاوردهای استقلالیت، مستحکم گردانیدن رکنهای دولتداری، وحدت و ثبات جامعه، بنیاد جامعه شهروندی، رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بالاروی نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی باز هم استوار گردد. از این لحاظ امروز وظیفه جانی و مقدس هر یک ما از آن عبارت است که با ارزش و معیارهای کنستیتوسیا ارج گذاریم و در اساس این بختنامه ملت در راه نائل شدن به هدفهای دولت آزاد و صاحب استقلالمان کوشش باز هم بیشتر به خرج دهیم. در این باره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم محمد رحمان در سخنرانیشان با مناسبت سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سنه 6 نوامبر سال 2020 تاکید داشتند. ما وظیفه داریم که با زحمت اهلانه و صادقانه، اتحاد و سرجمعی، رعایت معیارهای کنستیتوسیا و مقررات قانونها، یعنی تأمین نمودن ولایت قانون، زندگی شایسته خود و فرزندانمان را تأمین کرده و نسل‌های آینده خلقمان یک ملک آرام و آسوده و دولت پیشرفته را به میراث گذاریم. در حقیقت کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال حیات، ناموس و دیگر حقوق‌های فطری انسان را دخل‌ناپذیر اعلام نموده، اعتراف، رعایت و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را از طرف دولت معین کرده است. همزمان فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابر حقوقی و حفظ همه شکل‌های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی را در کشور کفالت داده است که این رشد بی‌میدان مناسبت‌های آزاد بازاری و بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری کشور را تأمین می‌نماید. وضع اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی نشان می‌دهد که در واقع تمام دستاوردهای نایل شده تاجیکستان صاحب استقلال به واسطه یا با واسطه با قبول کنستیتوسیا وابستگی دارند. کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه دولت و بختنامه ملت نامید، بار نخست تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی معرفی نمود، مقام زبان تاجیکی را همچون زبان دولتی اعلام و رمزهای دولتی مملکت را معین کرد، حقوق و آزادی انسان و شهروند را ارزش عالی و خلق را بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. آن تجسم دولت و دولتداری ملی مردم کانبنیاد تاجیک بوده، با نظر داشت عالی ترین ارزش های عمومی بشری تهیه گردیده، موافق تحلیل کارشناسان سازمان های بین المللی در ردیف کنستیتوسیا های بهترین دنیا اعتراف گردیده است. کنستیتوسیا ماهیت انسان پرورانه داشته، بیانگر آرمان و هدفهای اصلی تمام جامعه کشور به شمار می رود. در حقیقت در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان زمینه های حقوقی برای تطبیق دیگرگونی و نوگانی ها در تمام ساحه های حیات به خاطر پیشرفت جامعه طرحریزی شدند و هدف اصلی فراهم آوردن امکانات برای رشد تمام جامعه و هر یک شهروند تاجیکستانی صاحب استقلال می باشد. کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال تغییرناپذیری نه تنها شکل اداره بلکه ماهیت اصلی دولت را
در حقوق بنیادی، دنیویت، اجتماعی و دارای نظام دموکراتی معرفی نموده برای در اساس رویه‌های گوناگون سیاسی و مفکوروی رشد نمودن حیات جمعیتی امکانیت فراهم آورد. به این معنی کنستیتوسیا همچون افاده کننده و روشنگر راه به سوی آینده نیک و پرسعادت ما را وادار می‌سازد که من بعد نیز با رعایت ارزش‌های بالای دموکراتی و حقوقی جامعه خود را از همه گونه خطرهای داخلی و بیرونی امین نگاه داریم و در وطن عزیزمان برای هر یک شهروند شرایط مساعد و شایسته زندگی و فعالیت را مهیا سازیم. از این رو در مرحله کنونی وظیفه جانی و قرض شهروندی هر یک فرد بانند و ناموس، خودآگاه و خودشناس و وطن دوست و وطن پرست آن است که در زمینه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تحکیم وحدت ملی، حفظ مقدسات ملی و پاس داشتن ارزش‌های بزرگ وطنداری و خصوص نعمت مقدس استقلال دولتی همیشه تلاش نماید. با چنین نیت و آرزوهای نیک تمام مردم کشور و مردم شرفمند پنجکент باستان را با مناسبت جشن فرخنده و مقدس با 27مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته با هر یکی شما سلامتی، آرامی و آسودگی روزگار، زندگی شایسته و سربلندی آرزو می‌نمایم. روز کنستیتوسیا مبارک همدیاران عزیز. در خاتمه جمع‌آمد تانتناوی بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از طرف اهل صنعت و هنری بخش فرهنگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент برنامه کلان کنسرتی نمایش داده شد. از پیری‌های تاریخ برناست تاجیکستان، مانند قله‌هایش برجاست تاجیکستان. دست است کشوری ما خلقش مثال پنجه، با ملت گوناگون زیباست تاجیکستان. تاجیکستانی عزیزم، کشوری زیبای من، باعث فخر منی و جمله فرزندان من. از تو و نامی نکوید من همی بالم مدام، تاجیکی من، تاجیکی من، تاجیکی تاجدار من. درود به شما همدیاران عزیز، اشتراکیان تانتناهای روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. حاضرین گرامی، حضور خجسته شما را در این بارگاه هنر صمیمانه خیر مقدم میگوییم. همساله 6 نوامبر همچون روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی در تمام گوشه و کنار کشوری بهشت آسایمان با تنتنه تجلیل می‌گردد. یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلال این قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند کنستیتوسیای ما یکی از دستاوردهای بزرگ دوران صاحب استقلال دولت و ملت تاجیک است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون سند والا مقام ملت و شاهستون وحدت و دولتداری راهنمای همیشگی ما است. حاضرین ارجمند، در این لحظه های تاریخی
دستگل شکرانه اهل هنر را چون ارمغان منظور شما میگردانیم. روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارک همدیاران عزیز. خدایا اینقدر آباد و زیبا شده است کشور ما تاجیکستان. خدایا از کرامتت گردم به جای کینه و عداوت به دل مردم رحم و شفقت را جای نمودی. به میدان مرد غیور و بعار و ناموز آمد و مردم را در گردش سرجم نمود. به آنها صلح و وحدت را پیشنهاد کرد. به دل مردم شعله امید فروزان گشت. همه یک دلانه از یک گریبان سر برآورده به آبادی کشورمان شروع نمودند. راه ها گشاده شد، شمال با جنوب، ناحیه های دوردست کوهستان و بدخشان با پایتختمان پیوسته شد. مکتب ها، قصرهای فرهنگی، انشاءات بزرگ است راغون ساخته شد. دیه ها آباد، شهرها چراغان گشتند. به جای دشت های تشنه بود بیکار خوابیده باغ ها و چمنزارها سبز گشتند. سرقانون قبول کرده شد. به جای بی‌عدالتی ها عدالت حکمران گشت. در لبان مردم تبسم هویدا نمود. همه این با تشبث جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان است. نبیرای عزیز، با این لباس های ایدانه به کجا سفرها؟ بابا جان، ما میخواهیم به تماشای شهرمان رویم. با میگویند که در شهرمان کتاب و چایلیک و پیاله مانده‌ام. بابا جان این چه رمز را مینامد؟ قند زنه نبیره های دانای من. در حقیقت شهرمان خیلی آباد و زیبا گشته است. با تشبث حکومت شهر و رئیس محترم در شهرمان کتاب و چایلیک پیاله گذاشته شده است. کتاب این رمزی با فرهنگی، چایلیک پیاله باشد این رمزی مهمان دوستی و مهمان نوازی مردمی کشورمان است. بابا جان، ما میخواهیم همه این را با چشمان خودمان ببینیم.
مایلش نباشد. اول به تماشای شهر ما می رویم و پس از آن شما را به کاخ جوانان گسیل می کنم. مرحمت بیایید. زمینی تاجیکان گل کرد از ایجاد سرقانون. نمیمانم قدم در زندگی به یاد سرقانون. کتابی روی میزی همه خرد و کلان باشد. مبارک باد 27 خوشی میلاد سرقانون. کتابی روی میزی همه خرد و کلان باشد. مبارک باد 27 خوشی میلاد سرقانون. گذاری فرح باشد روان دریای سرقانون. گذاری فرح باشد روان دریای سرقانون. درونی خانه دیدن بود موای سرقانون. معیم نکند بابم بستش تقدیری ما را. معیم نکند بابم بستش تقدیری ما را. نمیمانم قدم بیرون دمی از راه سرقانون. نمیمانم قدم بیرون دمی از راه سرقانون. بگوشی جان رسد در هم قدم آوای سرقانون. بگوشی جان رسد در هم قدم آوای سرقانون. سرا حافظی مرواری سرودی تازه در وصفش. سرا حافظی مرواری وصفش. که پر از شربتی شیرین بود صهبای سرقانون. که پر از شربتی شیرین بود صهبای سرقانون. بود صهبای سرقانون. بود صهبای سرقانون. تاجیکستان ملک آزادم کشوری پر فیض و آبادم. تاجیکستان ملک آزادم کشوری پر فیض و آبادم. جشن استقلال داری تو من ز استقبال دل شادم. جشن استقلال داری تو من ز استقبال دل شادم.
فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. صبح فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. با سرود و با نشان تو مردمت فیروز و دوران است. با سرود و با نشان تو مردمت فیروز و دوران است. تاجیکستان ملک آزادم، کشوری پر فیض و آبادم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دل شدم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دل شدم. وحدتی ما شد شعاری ما، پایه اوج و براری ما. وحدتی ما شد شعاری ما، پایه اوج و براری ما. همچو وقتی سبزی ما داییم، ای خزان باش ای دیاری ما. همچو وقتی سبزی ما داییم، به خزان باش ای دیاری ما. تاجیکستان ملک آزادم، کشوری پر فیض و آبادم. تاجیکستان ملک آزادم، کشوری پر فیض و آبادم. تاجیکستان ملک آزادم، کشوری پر فیض و آبادم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دل شدم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دل شدم. شم و شامم تاجیکستان، گهزادم از درفشان. شم و شامم تاجیکستان، مهری تو محفوظ در دل، جان جانم تاجیکستان. مهری تو محفوظ در دل، جان جانم تاجیکستان. تا در اوجی آسمانم، توی تو پروازگاهم. در اوجی آسمانم، گویی تو پروازگاهم. تا زمینیم زمین و آسمانم تاجیکستان. 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 به پنچکتی باستان، شهر عزیزی راستان. به پنچکتی باستان، شهر عزیزی راستان. خواهم کنار سبزی تو باشد همیشه گلفشان. خواهم کنار سبزی تو باشد همیشه گلفشان. اندر کنار ابرودگی چشمانی روشن باز کرد. اندر کنار ابرودگی چشمانی روشن باز کرد. آوازهای اشعاری وی تا بر فلک پرواز کرد. آوازهای اشعاری وی تا بر فلک پرواز کرد. دیواشی لشکر شکن، شیری الو نوری وطن. بر خاکی پاکت کرده بود تخمی عدو را.
میکنم جان در غمی و کندنی جانم عباس در وفایش عهد هر دم عهد و پیمانم عباس نالم بیشنید و تاثیر بگوشی و نکرد از فراقش گریه و فریاد و افغانم عباس میکنم جان در غمی و کندنی جانم عباس در وفایش عهد هر دم عهد و پیمانم عباس دانه اشکم نشد سرسبز در باغی امید دانه اشکم نشد سرسبز در باغی امید در ره شد قطره های چشم گریانم عباس در ره شد قطره های چشم گریانم عباس نیست از عشقش مرا سرمایه جو سامان
با نوای چشمه هایت تاجیکستان زنده ام من زی تویم تو زی من هر سنگ تو رنگ گل بگرفته هم هر رنگ تو لاله خیزد از سری هر سنگ تو رنگ گل بگرفته هم هر رنگ تو بشنوم از هر طرف آهنگ تو تاجیکستان من زی تویم تو زی من بشنوم از هر طرف آهنگ تو تاجیکستان من زی با خورشیدت هایت با نوای چشمه هایت تاجیکستان زنده ام من زی تویم تو زی من با نوای چشمه هایت تاجیکستان زنده ام من زی تویم تو زی من با خورشیدت هایت با نوای چشمه هایت تاجیکستان زنده ام من زی تویم تو زی من با خورشیدت هایت با نوای چشمه هایت تاجیکستان زنده ام من زی تویم تو زی من مبارک مبارک روزی ایدی سعیدت بر سری خلق و ملت تا بنده شیدی بختت بیمونه جاویدانه پاینده تاج و تختت شب ندیدم تو را ستاره ای شلور در هوا ستاره ای در حسابی ستاره های فضا در حسابی ستاره های فضا به تو کردم خطا ستاره ای ما به تو کردم خطا ستاره ای ما سحر آمد برا ستاره ای من سحر آمد برا ستاره ای من سحری پر صفا ستاره ای من سحری پر صفا ستاره ای ما سحری پر صفا ستاره ای ما با امیدی سحر نشستیم
وفا استوار هستیم در وفا استوار هستیم سحر آمد برا ستاره من سحر آمد برا ستاره من سحری پر صفا ستاره من سحری پر صفا ستاره من سحری پر صفا ستاره من ستاره من ستاره من این مقدس نامه صلح و صفای زندگی از دعوت نامه مهر و وفای زندگی با صاحب تاج را بخشید اورنگی شهید مژده امید دارد از بقای زندگی شه کتابی دور استقلال سرقانون ما داستانی قوم خوش اقبال سرقانون ما شه کتابی دور استقلال سرقانون ما داستانی قوم خوش اقبال سرقانون ما چون کلامی حق کی هر حرف و هجایش حکمت است هر ورق هر سطر پاکی با صفایش حکمت است چون کلامی حق بشد از آسمان بر ما وحی مبتدایش حکمت است و محتوایش حکمت است شه کتابی دور استقلال سرقانون ما داستانی قوم خوش اقبال سرقانون ما شه کتابی دور استقلال سرقانون ما داستانی قوم خوش اقبال سرقانون ما چون کلامی حق به دل پاکی هدایت میکند بر شرفناکی هدایت میکند مژده کز روشنایی داد ما را آگهی بر ملک خلقی افلاکی هدایت میکند شه کتابی دور استقلال سرقانون ما داستانی قوم خوش اقبال سرقانون ما شه کتابی دور استقلال سرقانون ما داستانی قوم خوش اقبال سرقانون ما خاک عالم آغوشی خود کرده و این زمان بر تاجیک و بر پیشوا
مرد خلق ما را رهنما پیشوا داریم فرد به‌بها سرپرستی این وطن یک قهرمان قهرمانی ارجمندی تاجیکان شد وطن آباد و ملت بختیار با همه عزمی جنابی عالیشان قهرمانی ها مبارک پیشوا جانفشانی ها مبارک پیشوا بین تیغ و تیر و طوفانی خطر زنده جانی ها مبارک پیشوا سر آوردی و کشتی جنگ را ما بکردی صد منی صد رنگ را یاد رست کردی تو آرو ننگ را زنده کردی عالمی فرهنگ را تاجیکستان شاد شد آباد شد ملت از رنج و بلا آزاد شد دولتی سامانگر از بین رفت ملک رحمانی خوشا بنیاد شد قهرمانی ها مبارک پیشوا جانفشانی ها مبارک پیشوا بین تیغ و تیر و طوفانی خطر زنده جانی ها مبارک پیشوا در پیکری جان گشته ای قهرمانی دور و دوران گشته ای با همه تدبیر و اقدامات ها پیشوای عالمیان گشته ای بر سری ما چون لیوای پیشوا ملک را نور و صفای پیشوا هرگاه مردم با فرمانی دید کف زنان گویند ثنایی پیشوا قهرمانی ها مبارک پیشوا جانفشانی ها مبارک پیشوا بین تیغ و تیر و طوفانی خطر زنده جانی ها مبارک پیشوا پیشوا پیشوای ملتی من امان باشی برای ملتی من زهی فرخنده مردی که به دنیا رسانیدی صدای ملتی من در صف پیش وطن خواهان این کشور تویی عبرتی هر یک وطن خواه و وطن پرور تویی در ره امروز و فردا خلق را باور تویی رهنما و پیشوا و رهبر و سرور تویی